السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. امروز یک خبری خوش یا خبری بد بگیم، همین خیلی رش خبره برادرو و کسانی که کنکورس تشکیل میکردن، لوتو تشکیل میکردن، هم خیلی بازی ها تشکیل میکردن برادر عزیز، از طرف یوتیوب هم تصمیم گرفت که همین کانال ها را از بین ببره. حاضرش یک تا предупреждение میآید، بعدا کانال از بین میروه. برای همین با سر وقت اگر کسی که کانالش دارید نشده است، همه نوارهایی که اوید لوتو کنکورس و دیگر آنلاین کازینو و میزا بود ویدیوهای پیشینه را کور کنی و دلیت بکنی، کانالتون تازه کنی و دیگر کار پیش بگیری، رفتن گیری، بلوگر نستایش شوی. کار خوب نیست، نبود، میدونی. ایست تکیه کنیم طرفی چکل بگم، اگر ای نقطه نظر اسلامی هم گیری حلالی نداره لاتو، با همین خاطر رشوتون رو بتروشه بعد لاتو بازی کنه، یا که رش هموندی لاتو بازی نکه. مقصدی که ای طرف یوتیوب هم خطاگی به حساب میروه، کانال رو دلیت میکنن، حاضرش پرزنتیشن میاد، بعدا با کانال رو دلیت میکنن، سر وقتی گمش کنه. گذشته از این باز بعدی که طرفی سر طرف تاجیکستان میکنه، اینجا مقامات حفظ حقوق هم انتظار هم خیلی آدم ها هستن. این هم حساب چکل بگم، وقتی که تا حسابات نمیتی این کارت مشینیکی حساب میخوره. خودت میتونی که همه رفیقی میتونی که چکلای 10 تا ماشین مون، ماشین 10 رفیق تا بگو ماشینش بیارن نوار بگی در کانالت پرتو که همیارا میمونن، با 10 تا رفیق هلاکه بگو که همینا برد کردن، هم خیلی هم میشه برادرها. انا با همین خاطر در تاجیکستان هم انتظارن، با همین خاطر پیشکی یک رشاد بگیری، یک تا اتماسکا پردومت بکنه، بسیار خوب میشه. بعد خوبای لوتو را کنکورس بگیم، کنکورس بس کنی برادر عزیز. اگر کنکورس که برای کنکورس کردن باید حجتی وازمین تیار کنی، بعد لوتو بکشوی. یکی تری قینای ایش خوبتر نیست که 10 تا ماشین 10 تا همسایه ماشیناش نوار میگیری، بعد لوتو چی میکنی به همسایه برد میکنن گویا. نه خیلی برادر عزیز، در مال بهار نشده است، نگاه کنی اینجا خوک شپیدم، برف بود، برف بلند بود، اومدم خوک شپیدم سیاه شدم. دیگرش همه برفای رشبایفای برای دیوالم برف داره، بعضی جاها سیاه شدن. به هر حالم بهار زمستان زیر کرده. انشاءالله که اگر 2 روز دیگر هم خیلی هوا کنم میریم رو میخریم برادر عزیز. زنده باشه برادر عزیز. من همین نوارا کردم که یک کمک برسه به برادرها که کانال هاشون подписчики بسیار داره و دلیت نشون، ایدس نروان. سر وقتی لوتو رو بس میکنی با دیگر کار میگذاری، دیگر مشغولیت، بلوگر کانال هست، подписчикات هستن، کار باز رفته است. زنده باشه برادر عزیز. در امان الله، تا باز دید.